هاینیکن رو با میگو ترکیب کن تا همه از پفکی بودن و کریسپی بودنش متعجب بشن. برای درست کردن این میگوهای پفکی اول اونا رو خوب تمیز کنید و بشورید و رگگیری کنید. بهتره که دم میگوها رو هم نکنید. برای مزه‌دار کردن کمی زعفرون، نمک، فلفل سیاه و قرمز و پودر سیر رو قشنگ با میگوها ترکیب کنید. برای خمیر پفکیمون هاینیکن 0% داخل یه ظرف میریزیم و آرد از الک رد میکنیم و بهش اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری پر بیکینگ پود، نمک، فلفل قرمز و زعفرون هم برای رنگ بهتر میریزیم داخلش. آردو کم کم با الک انقدر اضافه میکنیم تا بافت خمیرمون به صورت یک ماسه غلیظ در بیاد. به این شکلی که میبینید نباید هم خیلی شل باشه. حالا هم میتونید میگوها رو نیم ساعت بذارید داخل این خمیر استراحت کنن و بعد سرخ کنید یا همون موقع که داخل خمیر زدید بندازید داخل روغن داغ. میگو چند ثانیه‌ای میپزه، اما برای اینکه مایه خمیرمون یه مقداری طلایی شه اونا رو برگردونید و برای 1-2 دقیقه بذارید داخل روغن بمونه و وقتی به این شکل طلایی در اومدن اونا رو روی دستمال روغنگیر قرار بدید تا روغن اضافه اونا گرفته بشه. با این روش میگوهای شما ظاهر شیک و اندازه بزرگتر از خود میگو پیدا میکنن که از داخل بافتی نرم دارن و از بیرون ترد و خوشمزه. من علی سینا اکبری هستم. اگه دنبال دستور پختای خاص و عجیب هستید حتما بهم سر بزنید و دنبالم کنید. رستورانای خوبم براتون دارم.